سرخط خبرها. تاجیکستان در سال 2025 نیز به افغانستان برق می‌فروشد. قرب روبل روسی برای مهاجران تاجیک نگران کننده باقی میماند. بیگ صبور گفت اپراتوران علاقه برای صفت پست علاقه موبیلی جزا میگیرند و امکانیت رایگان کسب و زبان آموزی برای مهاجرت به کشورهای بریتانیای کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب برای شهروندان تاجیکستان. سلام بیننده عزیز، در نشر نوبتی برنامه 97 روز از استودیوی ارتجی مهمترین خبر و رویدادهای هفته اخیر را منظور شما می‌گردانیم. ایدیبکی سعید هستم و شما را در این برنامه همراهی می‌کنم. تاجیکستان در سال 2025 نیز به افغانستان برق می‌فروشد. در این خصوص بین شرکت برق تاجیک و شرکت برشنا افغانستان قرارداد امضا شد. قرارداد را محمد عمر اساس‌زاده دیرکتور شرکت برق تاجیک و عبدالباری عمر رهبر شرکت برشنا در ترکیه امضا کردند. در خصوص این قرارداد جزئیات بیشتر دسترس نیست، ولی سخنگوی برق تاجیک به رسانه‌ها گفته است برق به افغانستان تنها در تابستان زمانی که در کشور برق بیشتر استحصال می‌شود انتقال داده می‌شود. طبق اطلاع اگنتی امور کشور، تاجیکستان در ماه اکتبر سال روان به خارج کشور به مبلغ زیاده از 3.8 میلیون دلار برق فروخته است. تاجیکستان اساساً به افغانستان، ازبکستان و قزاقستان برق می‌فروشد. یادآور می‌شویم که تاجیکستان با افغانستان سال 2008 برای انتقال برق تا سال 2028 سازشنامه بسته بودند. آخر هر سال حجم انتقال و نرخ آن را برای سال آینده معین می‌کنند. قرب روبل روسیه در برابر سامانی به 9 سال پیش برابر شد. موافقه بانک ملی تاجیکستان روز 29 نوامبر 1000 روبل روسیه به 98.8 سامانی برابر است. این در حالی است که 20 نوامبر 1000 روبل روسیه به 106 سامانی برابر بود. قرب روبل روسیه دوام سال روان در برابر سامانی 20% کاهش یافته به حد 9 سال پیش برابر گشته است. کاهش یابی و گرانشوی قرب روبل به زندگی ساکنان تاجیکستان تاثیر می‌رساند، زیرا شهروندان کشور اساساً به مهاجرت مهنتی به روسیه می‌روند و پیش بردن زندگی عائله بیشتر از مبلغ فرستاده آنها وابسته است. مهاجرت به کشورهای پیشرفته به خصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زباندانی و ملکه کاری طلب می‌کند. اگر می‌خواهید ملکه کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید. مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یکچند منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی با طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندان از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و به آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیای کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می‌شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانات‌های با کار تامین‌شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیای رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما. با اپراتوران علاقه موبیلی در تاجیکستان برای صفت پست علاقه جریمه، جوابگری جنایتی و محروم ساختن اجازتنامه فعالیت تهدید می‌کند. در این باره سردار خدمات علاقه تاجیکستان بیگ صبور در جلسه کاری نمایندگان اپراتوران علاقه موبیلی، کارخانه شهری دانا و وزارت کارهای داخلی خبر داد. گفته می‌شود در سامانه رسمی این نهاد در جلسه مسائل آماده‌سازی شرکت‌های علاقه موبیلی به زمستان، وضع خدمت رسانی‌های علاقه موبیلی در منطقه‌های کشور، افزایش مراجعات‌ها و شکایت مشتریان علاقه موبیلی با نزدیکشوی سردی‌های زمستان، اینچنین دیگر مسائل‌های مربوط به صحت بررسی کرده شدند. بیگ صبور افزایش شکایت‌های ساکنان را درباره صفت پست علاقه در منطقه‌های گوناگون کشور و نتیجه‌های مانیتورینگ صفت علاقه در منطقه‌ای که کارمندان ساحه علاقه گذراندند قید کرد. با گفته او گرچند که اصلاحات و نوسازی ساحه تلکمونیکاسیا در طول چند سال اخیر سرعت گرفت، شرکت‌ها تا حال نتوانستند فراگیری درست و صفت علاقه را تأمین کنند. حتی سنجش‌های خدمات علاقه در شهر دوشنبه نشان دادند که صفت علاقه در بسیار مناطق با طلبات جوابگو نیست. این وضع ما را وادار می‌سازد که نظارت فعالیت اپراتوران علاقه موبیل را پرزور نماییم. اینچنین تعمیر و نوسازی پایگاه‌های بازاوی علاقه را زیاد نماییم و برای سطح ناموافق خدمت رسانی در دایره قانونگذاری بدون استثنا از جریمه تا جوابگری جنایتی و بازخواند اجازتنامه فعالیت چاره‌های علاوه‌ای اندیشیم، گفت رهبر خدمات علاقه. این در حالی
حالی است که قریب همه روزه ساکنان گوشه‌های گوناگون کشور از صفت پستی علاقه موبیلی شکایت می‌کنند. مقامات سبب این را به فرسودگی و سرباری تجهیزات موج‌رسان معنی داد می‌کنند. حتی امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در رابطه با سطح پست صفت اینترنت و نرخ آن بارها تنقید کرده بود. رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از بازداشت مرد خبر داد که از 42 نفر با بهانه سفر به عربستان سعودی مبلغ گرفته بلیط قلبکی آماده کرده است. مقامات از گمانبر پرویز بخیروی 38 ساله ساکن ناحیه عبدالرحمن جامی نام بردند. این نهاد اطلاع می‌دهد که نام برده پیش با جرم قلابی سود شده است و همزمان برای مردم فریبی در جستجو قرار داشت. نسبت گمانبر با ماده 247 کدکس جنایتی پرونده آغاز کرده شد، تفتیشات ادامه دارد. مقامات میگویند اگر شهروندانی که مورد فریب بخیرو قرار گرفتند با رقم‌های 221 1542 و 221 0057 به رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه مراجعت نمایند. مهاجران تاجیک سال 2022 به تاجیکستان بیش از 5 میلیارد و 220 میلیون دلار مبلغ فرستادند. این نکته را انور بابازاده کارمند اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در یک نشست قید کرد و گفت در تاریخ نوین تاجیکستان یگان ساحه خواجگی خلق به مثل مهاجرت کاری امکان ندارد که جمعیت و دولت را از لحاظ مالیوی دستگیری نماید. طبق پژوهش او مهاجران تاجیک سال 2022 به تاجیکستان زیاده از 5 میلیارد و 220 میلیون دلار مبلغ فرستادند که 49.2% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد. این آمار وابستگی زیادی اقتصادی تاجیکستان را از مبلغ فرستاده مهاجران نشان می‌دهد. به قول او طبق آمار وزارت رشد اقتصاد و اگنتی آمار در سال 2024 سهم مهاجران به اقتصاد تاجیکستان نیز نظررس باقی میماند. پول فرستاده مهاجران از درآمد صادرات مملکت از فروش محصولات ملی در بازارهای جهانی و از سرمایه خارجی 10 برابر زیادتر است. آن مهاجرت را به قسمتی از همه مهم مبلغ گذاری اقتصادی تاجیکستان تبدیل داده است. شهر داده است بابازاده. موافق معلومات بانک جهانی مهاجران تاجیک سال 2023 به جمهوری 5.7 میلیارد دلار فرستادند که 6.6% نسبت به سال 2022 زیادتر است و 90% پول‌های انتقال یافته را روبل تشکیل می‌دهد. هر سال 100,000 شهروند تاجیکستان برای بهتر نمودن شرایط زندگی با مهاجرت اساساً به روسیه می‌روند. حکومت تاجیکستان تلاش دارد که مهاجرت را گوناگون سهم نماید، ولی در این راستا به کارهای چشمگیری دست نیافته است. تاجیکستان و مالدیو ویزا را برای همدیگر بیکار کردند. سازشنامه درباره بیکار کردن روابط میان تاجیکستان و مالدیو 26 نوامبر در نیویورک برگزار شد. آن را نمایندگان دائمی تاجیکستان و مالدیو در سازمان ملل متحد جانی بیک حکمت و علی ناصر محمد امضا کردند. قید کرده می شود که در اساس سازشنامه به امضا رسیده شهروندان هر دو طرف تا 3 روز به روابط می توانند سفر کنند. این سازشنامه به مهلت نامعین بسته شده پس از 30 روز از لحظه گرفتن آگاهینامه آخرین خطی طریق راههای دیپلماتی از جانب طرف‌ها اید به انجام رسانیدن رسمیات داخلی دولتی که برای اعتبار پیدا کردن این سازشنامه ضرور است اعتبار پیدا می‌کند. بیننده عزیز، این برنامه نوید 7 روز بود. مهمترین خبرهای تاجیکستان را با صرف کمی وقت از سامانه ما یورتیجی و از صفحه آن در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، تیک تاک و کانتاکت پیگیری نمایید. خیر.